همراهان گرامی، یه نکته در مورد این 399 پمپ بزرگ که مشکل هر کردن و اینترنشی کار کردن دارن. اینا یه پیچ این پشت پمپ هست اینجا که مهره 17 داره باز میکنی و پیچ وسطشو یه کمی صفر میکنی. حالا اگر که اومدیم صفر کردیم و نتیجه نداد، مشکل کجاست؟ مشکل اینه که از پیچا از ته باز میکنی. این پیچه، این قسمت آخرش یه فنر هست. اگه این فنر جمع شده باشه، از کف پایین باشه یا اینکه شکسته باشه، شما با صفر کردن این پیچ گوشتی نتیجه ای نمیگیری مگه اینکه این فنر رو عوض کنی.